همگی، خیلی خوش اومدید به کانال شطرنج من. اگر از این ویدیو خوشتون اومد کانالمون رو سابسکرایب کنید و لایکشو بزنید و اگه دوست دارین با دوستانتون به اشتراکش بذارید. امروز میخوایم با مهره آشنا بشیم که بهش میگفتیم دوست شاهه. این مهره که براتون قرار دادم بهش میگم وزیر. وزیر بالای کلش تاج داره. من مهره‌شو توی صفحه‌ام قرار میدم. میخوایم بریم ببینیم این وزیر ما که انقدر قویه چجوری میتونه راه بره. وزیر همونطوری که میبینید هم میتونه مثل رخ بره هم میتونه مثل فیل بره. حرکت رخ و فیل رو قبلا یاد گرفته بودیمش. مثل رخ بالا میره، پایین میره، چپ میره، راست میره. مثل فیلم بالا و پایین به صورت کج میره. حالا میخوایم بریم ببینیم خونه هایی که این وزیر میتونه بره کدوم هاست. قبل از اینکه من بچینم شما هم استوب بزنید، بشمارین خونه ها رو، ببینید با عددی که من میگم یکی هست یا نه. همونطور که میبینید من همه خونه ها رو نشون دادم. وزیر من 27 خونه میتونه بره. واسه همینه که وزیر خیلی قویه. هر مهره‌ای که توی این مسیرش باشه وزیر میتونه بزنتش. حالا جای وزیر رو تغییر میدم. میخوایم بریم ببینیم وزیر ما توی خونه دیگه چند تا میتونه بره. وزیر اینجا هم میتونه مثل رخ بره بالا، میتونه بیاد پایین، میتونه بره راست، میتونه بره چپ. حالا مثل فیل رو میریم. مثل فیل کج بالا میره، مثل فیل کج پایین میره. حالا دونه دونه خونه ها رو بشماریم ببینیم اینجا وزیر ما میتونه چند تا خونه بره. همونطور که میدونیم وزیر یه خورده آمد گوشه تر. پس 100% تعداد خونه هاش از قبلی باید کمتر باشه. حتما بشمارین ببینید چند تاست. این وزیر ما در کل میتونه 23 تا خونه بره. دیدین کمتر شد؟ حالا من وزیر رو جاشو عوض میکنم، میذارم گوشه ترین خونه شطرنج. وزیر تو خونه گوشه کمترین حرکت رو داره. اینجا وزیر من میتونه بالا بره، چپ بره و کجکی مثل فیل بره. توی این قسمت من وزیرم فقط و فقط چند تا خونه میتونه بره؟ حتما استوبشو بزنید بشمارین. الان که من عددشو میگم ببینید درست گفته یا نه. وزیر اگه بشمارین میتونه 21 خونه بره. یعنی وزیر تو کمترین حالت 21 خونه میتونه بره. حالا میخوایم بریم سراغ حل مسئله ها. توی اولین مسئله ای که میخوایم حل کنیم من یه وزیر گذاشتم. میخوام بریم دشمناشو بزنیم. توی اینجا اولین پیاده‌ای که میتونیم بزنیم باید بریم به سمت راست، پیاده رو بزنیم. پیاده بعدی باید کج بیاییم به سمت پایین و پیاده دوم رو بزنیم. پیاده سوم باید بیاییم مثل رخ پایین و پیاده بعدی رو بزنیم. حالا کدوم رو باید بزنیم؟ آفرین، به سمت بالا کجکی میریم. آخرین پیادم مثل رخ صاف میریم به سمت چپ و همه دشمنا رو زدیم. خب میریم سراغ مسئله بعدی. قبل از اینکه من جوابا رو بگم شما میتونید با من جواب بدین. توی اینجا من با وزیر به صورت رخ میرم سمت چپ. اولین پیاده رو میزنم. پیاده بعدی رو قبل از اینکه من بگم بگین. وزیر کجا میره؟ وزیر به صورت کج پایین میاد و پیاده رو میزنه. حالا پیاده بعدی کدومه؟ آفرین، به سمت کج پایین میاد. پیاده بعدی دیگه کج نمیره، صاف میره و پیاده رو میزنه. حالا آخرین پیاده کجای؟ خیلی دوره. وزیر کج مثل فیل میره بالا
و آخرین پیاده رو میزنه. درست گفتین تا اینجا؟ خیلی خوبه. حالا میخوام یه مسئله مثل همین بچینم، بریم با هم دیگه حلش کنیم. توی این مسئله بعدی وزرون بالا گذاشتم. اولین پیاده مثل رخ میرم به سمت چپ، بعد کجکی میام پایین، باز مثل رخ میرم سمت چپ، 5 تا خونه میام پایین، دوباره مثل رخ، 2 تا خونه کج میرم بالا، دوباره صاف میرم خونه آخر. همه پیاده ها رو زدیم. حالا تو مدل دوم تمرینامون میخوایم بریم ببینیم با وزیر کدوم دشمنا رو میتونیم بزنیم. همین جایی که نشسته وزیر میخوایم ببینیم کدوم دشمنا رو میتونیم بزنیم. وزیر بالا صاف میره، میتونه اسب سیاه رو بزنه. پایین مهره ای رو نمیتونیم بزنیم. چپ و راست هم اگه مثل رخ بریم هیچ مهره ای نیست. فیل خودمون رو حواسمون باشه که نمیتونیم بزنیم. حالا مثل فیل کج بریم، بالا هیچ مهره ای رو نمیتونیم بزنیم، ولی اگه پایین کج بیایم یه مهره هست. پایین اگه به سمت راست کج بیایم پیاده سیاه رو میتونیم بزنیم. پس تو این شکل وزیر من همزمان هم میتونه اسب دشمن رو بزنه، هم پیاده دشمن رو. حالا بریم سراغ تمرین بعدیمون. مثل همین میخوام حلش کنیم. قبل از اینکه من حل کنم شما میتونید جواب رو کامنت کنید برام. توی این شکل اگه خوب نگاه کنید وزیر من اگه مثل رخ بره هیچ مهره ای رو نمیتونه بزنه، ولی مثل فیل اگه راه بره کج بره میتونه یه مهره رو بزنه. کدوم مهره؟ مثل فیل کج به سمت بالا برم میتونم رخو بزنم. حواسم باشه که مهره های خودم رو نزنم. من توی این شکل فقط میتونم رخو بزنم. به آخر ویدیو رسیدیم، ولی قبل از اون من میخوام براتون یه تمرینی بذارم که جوابشو برام کامنت بذارین. این تمرین که من وزیر رو گوشم اون گوش سمت چپ، میخوام بهم بگین که این وزیر چند تا خونه میتونه راه بره. کل راهاشو بشمرین. اگه وقت کمه استوب بزنید. خوب که فکر کردین جوابشو زیر این پست من کامنت کنید. دیگه به آخر ویدیو رسیدیم. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین و تا آموزش‌های بعدی خدا نگهدار.